تو بلبشه بین ترانه و سیاوش این وسط مهبد کاری کرد که باعث شرمندگی بیشتر سیاوش شد و سیاوش یه عذرخواهی بزرگ کرد. با سلوی سودا همراه باشید. التهابات حواشی مربوط به تنش پیش اومده بین ترانه و سیاوش همچنان تو پیک خودش قرار داره و اتفاقا واسه کارگردان برنامه بد هم نشد، چون بعد از رفتن فرشاد که کمی ویوها افت کرده بود باعث میشه مردم واسه دیدن ادامه برنامه کنجکاوتر باشن و حداقل ببینن حق با کی بود و کی ناحقه. بریم ببینیم مهبد چطور تو لایو قوی ظاهر شده و چجوری داره همه رو دونه بدونه درو میکنه. بعد از پخش برنامه نگار میاد یه جا میگه که فشار خیلی رومون زیاد بود و یه سری بعضی وقتا آدم درگیر یه سری فشارهایی که روش میشد، حالا یه جوری آدم خودشو میریخت بیرون، حالا از گریه یا دعوا فوش هر چیزی. که آقای سیاوش و خانم تناز اومدن لایو گذاشتن گفتن که نه هیچ فشاری نبوده. خب اگه فشار نبوده آقای سیاوش چطوری شما بلند میشی اینجوری داد میزنی تو صورت دختر مردم؟ ولی موج سواری نکنین. شماها یه تیم شده بودید اونجا تو خود برنامه، فقط دنبال این بودید که یکی یه موج را بندازه، مثلا خودتون یه موج را بندازید بر علیه یک نفر یا چند نفر و همونو شروع بکنید و بکوبیدش و از این کار لذت میبردید. همونطور که آقای سیاوش قبل از این که توی این آخرین قسمت میاد میگه که میخوام بذارمش یه گوشه و نمیدونم فلان کنم گریه‌اش در بیاد، شما از قصد این کارو کردی، ذهنیتش هم داشتی، با هم برنامه ریخته بودید. کلاً کارتون همین بودش. من فکر میکردم به خاطر اون فشارهای توی برنامه شما اینطوری و از اینجا بیاین بیرون آدم میشید. متاسفانه شما این شکلی هستید، دنبال داستان درست کردنید، دنبال موج رو انداختنید و موج سواری. اولندش که من همینجا میگم با اینکه اصلا من این پسر خوشم نمیاد، ولی ما هیچ کدوم راضی نیستیم کسی توی کشور غریب یا کاری که واسه زحمت کشیده بخواد بهش آسیب این شکلی وارد بشه. حتی خود ترانه هم دوست نداشته و اصلا ما هیچ اقدامی راجع به این موضوع نکردیم. خود فنای ترانه این کارو کردن، ما وقتی بیدار شدیم همه چی رو تازه دیدیم، یعنی همه چی تموم شده بود. این یه مسئله که حتی من خودم به ترانه میخوام پیشنهاد بدم که به اون آژانس مدلینگش آقای سیاوش ایمیل بزنیم و درخواست بکنیم که حالا از این تصمیمشون سرپوشی بکنن، صرف نظر بکنن و اینکه ما مثل هم نیستیم. شما دارید فقط میچینید که ما رو بزنید ولی ما اصلا به شما فکر نمی‌کنیم. همون آدمایی که حتی تو همین تیزری هم که پخش شده الان داره میگه که اینا فقط اومدن دنبال دیده شدنن. نه، اون کسی که دنبال دیده شدن بود از اولش هم خود شما، تیم شما بود و کسی اگه بیشتر از شما دیده میشد کونتون نمیرفت، اذیت میشدید. و مسئله اینجاست که بین شما دیده بشن. برای من کنار شما بودن تو اون برنامه نمره منفیه، اینو نمیدونید بدونید. من اگه اومدم تو اون برنامه به خاطر این بود که پلنرش خیلی خفن بود، کسی که داشتن اون پلنو میچیدن آدمای خفنی بودن که میگم همه چی 20، همه چی درجه 1، فقط آدما لو لول، آدما فوق العاده لو لول که اگر اینم ان شاءالله بهتر بشه خیلی خیلی سطح برنامه میره بالا. و آقای زاویه میاد با سیاوش لایو میذاره که این خانوم شیشه شیکوندش، چاقو پرت کرده، کسخل چی میزنی؟ من که میدونم چی میزنی، ولی میگم فازت چیه پژمان؟ خجالت نمیکشی؟ و موی سفیدت خجالت نمیکشی؟ من جای تو بودم الان میرفتم دنبال توشه آخرتم، نه که بیام خال زنک بازی بکنم. میخوای از سیاوش رفیق دفاع بکنی یا شغلشو بهش برگردونی، ای والله دمت گرم، ولی زهر نزن، دروغ نگو، یه جور دیگه برو کارشو بکن، یه جور دیگه یه فکری بکنید. بابا سنتو نگاه کن، یه تو حداقل تو به عنوان یه آدم بزرگسال، یعنی بزرگتر، کاش که یه روش‌های قشنگتر رو انتخاب می‌کرد، نه مثل تناز بیای کسچه اجراش بکنیم و به اون کمپانی ایمیل بزنیم که سیاوش رو از کار برکنار نکنن، بخاطر اینکه ما هممون مهاجرت کردیم، سختی کشیدیم، اینجا داریم اذیت میشیم و من اصلا حتی واسه دشمنم هم دوست ندارم همچین اتفاقی بیفته. برای همینه که میگم بیایید یه مقدار آدم‌تر باشیم، آدم باشید، انسان باشید، الکی پشت کسی حرف نزنید، یا حتی اگرم هر اتفاقی افتاده
بازی بوده، تموم شده. فنیتو بکشید بیرون، به چیزای دیگه فکر بکنید، برید دنبال زندگیتون. با زدن این و اون فقط خودتون میخورید. دیدی که آقای سیاوش تاش خودت الان بگاه رفتی. ترانه هستم به عنوان یک دوست، به عنوان یک رفیق. حالا نمیگم رابطمون تو چه زمینه، تو چه مرحله‌ایه که چیزی از برنامه اسپویل نشه، ولی هر چی که هستش من پشت رفیقای دخترم، پشت رفیقای پسرم همه جوره هستم. ترانم همینطور. ماها مهاجرت کردیم و یه دختری که مهاجرت میکنه خیلی باید شما کوچیک باشی که یه دختری که مهاجرت میکنه رو اینجوری بخواین از هر طرفی یا هر جوری هستش بزنیدش. خدا هم جای بزرگی نشسته، خب جای حقه. همونایی که خواستن بزننشون کم کم دارن، اون که بخواستی بزنی رفت تو خودت. پس به نظرم بهتره که سعی کنیم با هم یه عشق بدیم. عشق هم نمیتونیم بدیم، با هم دیگه کاری نداشته باشیم، اینجوری قشنگ‌تره، جذاب‌تره. دیگه واقعا در مورد ترانه‌ام گفتم، ولی شما همش دارید میزنید همدیگه رو، همه رو میخواید بزنید، دروغ دارید. آقای پژمان شما که میگی چاقو پرت کرده، فکر میکنی این همه دم و دستگاه و تشکیلات فقط 3-4 تا تهیه کننده داره برنامه؟ خفنه. شما با سیاوش 2 تا وضو میخواید برید مثلا شما 2 تا چیز بکنید، وساطت بکنید که ترانه چاقو پرت کرده نندازینش بیرون. یعنی اونا با اون همه دبدبه و کبدبه ول میکنن بیان حرف توی زاویه رو گوش بدن. چی میگی؟ با کی کار داری؟ یکم فکر کنید، سناریو بچینید، بعد بیاید حرف بزنید. سناریو بچینید حداقل. شما که ماشاءالله ثابت شده اید، یه ایران داره از دست شما هرس میخوره. امیر جون، بچه سلمون، شما به جای که بیایی دروغ سراهم بکنی با سفدام راجع به ما صحبت بکنی، به نظرم سرتو بکن تو رابطه چخمی خودت. دختر مردم رو بشین پاشو بش نده، برجا بشین، یه پا بالا یه دست بالا. عقده‌های بچگی تو سر دوست دخترت خالی نکن، نمیخواد به ما بیایی کسچر بگی. سرتو بکن تو زندگی خودت. پلشت جفتتون کلا به ما نمیخورید. همونطوری که داری میبینی برنامه تموم شد، مثلا یک روز با شما این برنامه رو نمیبینمتون دور برم، چون به من نمیخورید. حضور من تو این برنامه خیلی خفن بود، ولی در کنار شما بودم واسه من دیس بزرگی بود که تا آخر زندگی من این همراه من میمونه. آدمای درست حسابی هستن که ما رو میشناسن، مثل شما نیستیم. ولی خب اشکالی نداره. از اینکه با اون تیم کارگردانی و اونجا کار کردم افتخار میکنم، چون تیم خفنی بودن. ولی از اینکه هر کنار شما بودم واقعا پشیمان نیستم، ولی ناراحتم که باید یه برنامه در کنار شما باشم. توری گذاشته هر روز زمین داری فیلم میگیری، مثلا صدای ترانه رو ضبط بکنی. دوست دارتونم که شماها انقدر آدمای وزه‌ای هستید، انقدر آدمای کثیفی هستید که هر روز زمین فیلم میگیرید که صدای یکی دیگر رو ضبط بکنید که بعداً بهت گوخوریشو بکنید. بذارید بهتون اینو بگم، گذشته هر آدمی و اینکه با کی برای چی بوده به خودش ربط داره. اگر حتی به خودش هم ربط نداشته باشه، به من پارتنرش ربط داره. ما راجع به همین داستانا صحبت کردیم. اگه کسی بخواد مشکل داشته چه اون منم، نه تو. و تو داری فقط گوه میخوری، فقط برای اینکه بیشتر دیده بشی. به نظرم هر کاری از دستتون برمیاد بکنید، ولی شخصیت خودتون هم دیگه نشون دادید دیگه. فقط دنبال اینه که بقیه رو تخریب بکنید. من همین الان میگم ما دوست داریم، من خودم یه ایده‌ای دارم که به ترانه‌ام میگم و احتمالاً همین امشب اجراش بکنیم و به اون کمپانی ایمیل بزنیم که سیاوش رو از کار برکنار نکنن، بخاطر اینکه ما هممون مهاجرت کردیم، سختی کشیدیم، اینجا داریم اذیت میشیم و من اصلا حتی واسه دشمنم هم دوست ندارم همچین اتفاقی بیفته. برای همینه که میگم بیاید یه مقدار میتونیم بدیم، با هم دیگه کاری نداشته باشیم، اینجوری قشنگ‌تره، جذاب‌تره. دیگه واقعا در مورد ترانه‌ام گفتم، میگم من پشتشم، همجوره حمایتش میکنم. دروغ میگن، دارن مثل چی دروغ میگن؟ اگر بخواد کسی اونجا شیشه بشکنه، چایی بریزه رو پای کسی، چاقو پرت بکنه، مطمئن باشید هیچ کس نمیتونه اونجا وساطت بکنه و کارشون رو راه بندازه و نرن نخونه، مثلا نرن از اون ویلا بیرون. اونجا سیستمش خیلی محکمتر از این حرفا بود و با وساطت من و یه نفر دیگه و 2 نفر دیگه چیزی عوض نمیشه. اونجا قرارداد داره، هر چیزی طبق قرارداد میره جلو. و دیگه راجع به اینا نمیخوام صحبت بکنم.
بازم میخوام تشکر بکنم از همه بچه‌هایی که منو فالو کردن و فالو میکنن. و خب از اونجایی که میدونم که میدونی در طی اعتراضات و ریپورت های بینندگان به آژانس مدلینگی که سیاوش باش کار میکرد چه اتفاقی افتاده، قضیه رو دوباره بازگو نمیکنم، ولی ویدیوی سیاوش رو ببینید که داره از ته دل عذرخواهی میکنه. دوست داشتم یه عذرخواهی بکنم از تمام زنان و دخترانی که مورد آزار، اذیت و خشونت قرار گرفتن، کسایی که آسیب دیدن از این موضوع و این تون صدای من و این تصویر من باعث شد که اینا دوباره این خاطرات تلخ واسهشون تداعی بشه و حس بدی بهشون دست بده. واقعا قصد من این نبوده که بخوام بگم من خیلی قویم، من میتونم یک زن رو حق کنم و این داستان ها. اصلا آدم این مدلی نیستم و قصدم توهین و تخریب زن نبوده و اگر همچین وایبیو به شما دادم واقعا عذرخواهی میکنم. البته خالی از لطف نیست لایو مشترک سیاوش و دکتر پژمان رو با هم ببینیم که قبل از مهبود لایو رو رفته بودن و خب جالبه که پژمان یه سری ادعاهای جدید راجع به ترانه داره در توجیه این که عصبی شدن سیاوش در مقابل ترانه موجه بوده. قرار باشه گریه بکنی این ور اون ور تو نگاه نمی‌کنی ببینی دوربین کجاست، رو به دوربین گریه کنی. شما سگ تو از دست دادی. کدوم سگ؟ من اینجوری که آره من سگم مرده به کسی نگفتم بیا با هم ترحم و وقتی این جواب نمیده اینو تک به تک داری تو بک استیج عنوان میکنی، ولی وقتی شما این کارا رو داری بعد از ضبط این برنامه هنوز این ترحم رو انجام میدی و هنوز با احساسات آدما و مخاطبت بازی میکنی، واسه من خیلی داره اذیتم میکنه. جیردو نکش، میگه ناراحتی بغل من نشه و من دارم میگم که من اینجا بودم، تو اومدی، این تو اومدی، دست من میره بالا و دست من میره به خزای لباس این آدم، حتی به بدن این آدم نوک انگشت من برخورد نمیکنه، به خزای ما کاملا مشخصه میگیره. بالا رفتنش نیست، پایین اومدنش اینجوری است. بعدم میگه آخ زد تو صورت. یعنی که تصویر ازش هستا. صحنه آهسته میشه، دستش میخوره به کته، به پر کته این فرد و همونجا کارگردان میاد این صدا رو میذاره وای صورتم. یعنی داره یه کد به شما میده، میگه به این وای داغو به صورت عمد پاچید روی ما، لیوانی که مخصوصا شکونده شد و پرتاب شد سمت بچه‌ها و همه اینا رو هیچکی عنوان نکرد یا خدایی نکرده اون چاقویی که توسط این فرد پرتاب شد میخورد به چه شکلی چه اتفاقی میفته و حمله ور شد یک بار به سبلا، یک که نمایش داده نشده و به خاطر رفتارهایی که انجام داد اون چاقویی که پرتاب کرد داشتن اخراجش میکردن، داشتن مینداختنش بیرون، چمدوناش هم بسته بودن بندازنش. اولین نفری که واسطه شد که بخواد این آدم بمونه شما بودی آقای سیاوش خان و خیلی متفاوته. یعنی شاید من جای سیاوش بودم رفتار بدتری نشون میدادم یا تک تک شما دوستان، چون شرایطو نمیدونید چه، ما از این موضوع حمایت نمی‌کنیم و خود سیاوش هم بارها تو صحبتایی که از صبح انجام شد اینو عنوان کرده که من عذرخواهی میکنم اگر که خشونتی انجام دادم، نه ترانه نامی، بلکه اگر اون آدم پدر من بود یا دوست من بود یا یک مرد بود، یک غریبه بود یا یک زن بود، اصلا مسئله اون کتمان نمی‌کنیم. آدم‌ها تو شرایط سخت یه موقعی رفتارایی میکنن و پذیرش دارن و میرن عذرخواهی میکنن. و علت این که چرا نگار تمام این مدت ساکت بوده و نسبت به این حواشی هیچ واکنشی نشون نداده، از زبان خودش بشنویم. به من پیام میدید که چرا هیچ ریاکشنی نشون نمیدم نسبت به خیلی چیزا. میخوام اینجا بهتون بگم که بچه‌ها منم مثل شما الان فقط نشستم و دارم نگاه میکنم تا اینکه برنامه تموم شه. اون موقع خیلی‌ها به صدا در میان، چون اون موقع همه چیز رو دیدن و سوالای قشنگی میتونن بپرسن و من همونقدر جوابای قشنگی میتونم بدم. خب این هم از ویدیوی امروزمون. فکر کنم این جنجال ها حالا ادامه داشته باشه. لطفاً در کمال ادب و احترام نظرات خودتون رو کامنت بکنید. ادب شما کامنتتون رو ارزشمندتر میکنه. متشکرم از همراهیتون. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.